بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز